مثلا وقتی بهشون من از اون قبلا که میگم این شما ایران ممکن سوریه بشه، یکی استدلالش چی بود؟ استدلال بسیار سست و بی‌پایه که نه ما با نمیدونم سوریه و فلان اینا فرق داریم، یعنی انگار که ما یک نژاد برتری هستیم نسبت به اونا، ما تمدن 2500 ساله داریم. مثلا مگه سوریه از زیر بوته در اومدن مردمش؟ اونا هم امتداد تمدن آشور باستانن که از ما ایرانی‌ها قدیمی‌تر هم بوده، یعنی ایرانی‌ها بعداً اومدن و مثلا با تمدن آشور رو از بین بردن. اینا هم هیچی ندارن. مگه عراقی‌ها امتداد تمدن‌های بابل و کلده و نمیدونم آشور و اینا نیستن؟ مگه اونا بعد اتفاقا در همین دوران معاصر هم اینا عراق خیلی زودتر از ایران در واقع مدرنیته شروع شده. حق رأی زنان در عراق خیلی زودتر از ایران بوده. اصلاحات ارضی در عراق خیلی زودتر از ایران بوده. خیلی تحولات دنیای مدرن در این کشورهایی مثل عراق، مثل نمیدونم سوریه، لبنان خیلی زودتر از ایران اتفاق افتاده. از ایران پا میشدن میرفتن بیروت سقط ضبط میکردن. نمیدونم در عراق و در سوریه اونا راهن داشتن، در ایران هنوز با شطور مسافت های طولانی رو طی میکردن.